استاد همون کمتر همون چی نقل کننده شما در همون قصه و ایتان گذاشت کو سهراب عادلیان کیست بله همونجا من راستی گپ چیه شما همین 70 ایسو گوش کردم بودم پخش مستقیم 70 بعد چی بعد همونجا به سوال بسیار شد که دویوم ویش کی میبرد دویوم حساب سناریش قسم بخوام بعد اینترس نشد گوید استاد بعد وای کردم همون یکمش تماشا کردم گوید همونجا به یک دو نفر آدم شناختم همون داملا قاری عبدالسمی گفتید گلکندی بله همونو خیلی آدمی چی بودن عالمی بزرگ بودن همون در همون شهر اصفهان باور کنید همون شاگرداشو نقل میکنن که همون کلکن پیاده اومده درس دادن رفتن شاگرداشو نقل میکردن بعضی شاگرداشون هم داملای چی بودن همین حاضر جواب بودن ده بله بعضی وقت کمونیستا سوال میدادن و یا بعضی کمونیستا بودن در داخل خیلی میگفتن که شما لنین گانده میبینیتون و پولش گیته میگردیتون بعد داملو کمتر ایستاده میگن که پولش چیزی بگیته میگردیتون خیر لنین گانده میبینیتون بعد داملو میگن که شما پولش همون کیسی همون کاستوم و کیسی همون جه پیشی بار گیته میگردیتون ما مسلمانا پول کیسی شیم بمونده میگردیم رسمی پولی 61 رسمی لنین کو بله بله پولای قدیمی در رسم لنین بود کالش مونده میگردیم گفتم بخیر امیخل چی امیخل جواب میدادن حاضر جواب بودن که داملو بسیار رای بودن خیلی سارشون بسیار خیلی من بسیار باوش نمیگم برای چی اینجا خواهر و مادر گوش میکنن بعد حاجی پولاد خان گفتید کو بله حاجی پولاد خان که پسرشون حاجی محمود جان همراه مثال آوردید شما بله همسفر ما بودن حاجی پولاد خان همون سال 2001 در اتوبوس همراه سفر کرده بودیم بله و یا پسرشون هم همونجا ختم کردن کو نه ختم نکردن او ختم نکرده رفتن و یا نه بله و یا هم چی برای چی که حاجی پولاد خان با درم چی دارن دوستی داشتن حاجی پولاد خان زنده هستن حاضر نه و یا گذاشتن سال 2022 اما کی پولاد خان گذاشتن همین که پولاد خان الله رحمت کنه 2021 تا 2022 بود وفات کردن همین حاجی محمود جان هم چی در زندان بودن 2014 با تهمت 187 محکم کردن اگر دونید اگر میدونم 7 سال و در زندان بودن اینا پدرشون وفات کردن بسیار آدمی خوب بودن که حاجی پولاد خان الله رحمت کنه بعد پسرشون خیلی آزاد شدن نه نمیدونم 2023 بود به فکرم بعد چی آزاد شدن داملای ماندین هم همین و یا هم زندان شده بامدن میشناسیدن داملای ماندین اما قطعی شدیم اخیر قدی داملو شدین شما داملای هم بسیار داملای چی به قولم که بسیار داملای خوب بودن در اسفره و وای بودن معاونی مسجد بودن و یا هم خیلی معاونی مسجد بودن که امری معروف های بسیار خوب میکردن باور کنید همین چوکی جواب میدادن بعد و یا هم 2015 بود و فکرم خیلی تهمت کردن بردن زندان بعد رها کردن استاد سالی باور کنید من خودم همین تاریخ چیزهای بسیار دوست میدارم همین بسیار سوال دیانده پرسیدن اینترس نشد گوید همون بعد تماشا کردم و دویم سیناریش بود اومد 10 ساعت باور کنید دو بار دیدم سالی همونجا نه چیزا نفهمیدم استاد وقتی که عبدالمقید شما میگن که اینا قبول نشدن دو بار پرسیدن که قبول نشدن
بعد شما گفتی که با نستنتون وایرون مسجد رفتید تا روزه با خداوند چی کردید؟ ریاض کردید، مثلا نماز خوندید، پرسیدید، بعد رفتید خوب کردید. بعد رفتید خوب کردید که بعد آمدن که فیض الله جان آمدن قبول شدید شما گفته. نه یک دیگه بهرامبای گفته که برادر. بله خیرالله جان. بهرام گفتی که برادر قبول شدید. حاضر همینجا من نفهمیدم وای چه خیلی قبول شدید. اون کسا مینوس کرده شما نویسن یا که غلط کردن؟ عبدالمقید غلط دیده اومدگی. و یا غلط دیده دو بار شما رو چی گفتم؟ قبول نشد گفتگی. قبول نشدن. این هم یک وعده چیزی میگوید. یعنی یک معجزه شما امین خداوند چیه نغز میبیند که آدم به این وقتی که خداوند میپرسد شما ایستاده رفتید تا روز عبادت کردید از خداوند پرسیدید. این هم یک وعده چی میگه؟ بعد یک چیز من باید شد استاد. همون یعقوب سیدنیش بسیار من عجیب آمد که شما از خانه میبروید و از نامی مسجد دامگیری موسیقیدان اول سوال میکنید که اجازت هست مسجد روم همون چی خانه موسیقیدان دامگیری بعد اجازت میتین بعد میرید که نماز راستا خوانده هستند و شما فکر میکنید که نمازم رنگ کتاب شیشته میخونم. بله. بعد کفا گشته میآیید. همینجاش باور کنید بسیار عجیب شد که تا همین درجه مثال خواهی انسان نادان کو نمیداند. حاضر الحمدلله بینید که خداوند چه خیلی انسان کار شما ماشاءالله بهترین خداوند الهی صد بدرایدو همین خیلی جاهاش خیلی استور وای شده استاد بسیار وای شد مخول شد من استاد این استوریا که خداوند بینید که چه خیلی انسان میکنه. مثال پیغمبری بزرگوارم نویس نمیتونستن خوانده نمیتونستن به یک قوم اومدن که هیچی نمیدونید. شما مثال شهری کانیبادان بسیار نشاط اسلام سوس بوده همون وقتا. خیلی داملا بودن کم مثال رنگی خوجند و اسفره نبودن مقصد. نه اونجا خداوند یک چی عالی گسیل کرد که مقصد به نهایت چی خیلی خداوند خودش میداند که مقصد والله یعلم و انتم لا تعلمون گفته چی میگه که فرشته گفته خداوند امر میکنه. سلامت باشید برادر. استاد ثانی چی همون خواب دیدید که شما آزادی انشالله آزادی خدا خواهد در تاجیکستان میبینیم انشالله شما رو در اسب شما انشالله. میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.